السلام علیکم و رحمت الله و برکاته استاد. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. علی جان خوب هستی؟ الحمدلله. ماشاءالله ماشاءالله. تو کی هستی علی جان؟ مسلمان. ماشاءالله. یک شخص کدام کلمه را میخونه که مسلمان میشه علی جان؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. ماشاءالله ماشاءالله. خب معنی کلمه را باز یاد داری؟ بله. خیر برای ما بیان کو علی جان. اجماع بودی لایق عبادت نیست بجز الله و محمد صلی الله علیه و سلم پیغمبر فرستاده الله می باشد. الله اکبر ماشاءالله. علی جان انسان اول ایمان به کی میارد؟ الله. آفرین. و باید برای کی کافر شود؟ به طاغوت. آفرین ماشاءالله. خیر به زبانت اقرار کو. و من تو بالله کفلت بالطاغوت. ماشاءالله الله اکبر. علی جان بله. زیاد کی را دوست داری؟ الله متعالی. آی ماشاءالله ماشاءالله. بعدن کی را دوست داری؟ محمد صلی الله علیه و سلم. آفرین.